اگر همین حالا این پیام را میشنوی، آن را اتفاقی تلقی نکن. تو به طور تصادفی به این کلمات نرسیده ای. خداوند قدمهایت را به این لحظه هدایت کرده، زیرا چیزی عمیق و سرنوشت ساز در زندگیت در حال شکلگیری است و آسمان این را آشکارا اعلام می کند. فصل انتظار رو به پایان است. خدا تصمیم گرفته که زمانش فرا رسیده است. زمان ورود تو به فصل بعدی سفر الهیت. مدت هاست در حال آماده سازی بوده ای. اغلب بدون تشویق، اغلب بدون درک اطرافیانت. اما روح تو را برای یک دگرگونی الهی شکل داده است. دگرگونی که دیگر نمیتواند به تعویق بیفتد. و این را با دقت بشنو. وقتی خدا میگوید به زودی خواهی رفت، منظور مرگ جسمانی نیست. این پیام یک انتقال الهی است. پایان یک مأموریت و آغاز مأموریتی دیگر. رهایی از فصلی که بارهایی را حمل می کردی که هرگز قرار نبود هویت تو را تعریف کنند و دعوت به جایگاهی بالاتر، جایگاهی از هدف، محافظت و آرامش. این همان لحظه است که باید به طور کامل وارد دعوت خود شوی، نه نیمه کاره، نه محتاطانه، نه با یک پا در ترس و یک پا در ایمان، بلکه با تمام قلبی که به آنچه خدا بر زندگیت نوشته تسلیم شده است. تو تمسخر را تجربه کرده ای، طرد شدن را تحمل کرده ای، دیده ای که مردم به تو شک کردند، تو را نفهمیدند، برچسب زدند و مسیرت را کوچک شمردند. بعضی ایمان تو را زیر سوال بردند، بعضی به اطاعتت خندیدند، بعضی تلاش کردند تو را به نسخه قدیمیت برگردانند، چون نسخه جدید تو آرامش آنها را به هم میزد. اما تو استوار ماندی، ایستادی. وقتی پاسخ فوری نبود، به دعا ادامه دادی. وقتی شواهدی نمیدیدی، همچنان ایمان آوردی. وقتی احساساتت از تو میخواستند توقف کنی، باز همراه رفتی و آسمان هر قدم تو را ثبت کرده است. خوشا به حال کسی که در آزمایش پایدار میماند، زیرا پس از آن که امتحان را پشت سر گذاشت، تاج حیات را دریافت خواهد کرد. تو از آزمون عبور کرده ای، نه بی‌نقص بلکه صادقانه، نه بدون اشک بلکه بدون بازگشت. و به همین دلیل لحظه‌ای که در انتظارش بودی اکنون فرا رسیده است. بسیاری فرا خوانده می‌شوند، بسیاری چیزی را در درون خود حس می‌کنند، بسیاری لحظه‌ای دارند که حضور چیزی مقدس توجهشان را جلب می‌کند، اما همه تاب پالایش را ندارند. همه زمانی که آسایششان به خطر می‌افتد وفادار نمی‌مانند. همه وقتی درک نمی‌شوند مطیع باقی نمی‌مانند. به همین دلیل است که افراد واقعاً آماده کمند. به همین دلیل است که برگزیدگان نادرند. تو بخشی از آن باقی مانده ای. آن گروه کوچک که شعله را زنده نگه داشتند وقتی طوفان‌ها می‌خواستند خاموشش کنند. و اکنون خداوند تو را به جایگاهی بالاتر فرا می‌خواند. نه به غرور، نه به برتری جویی، بلکه به صمیمیت عمیق‌تر با خودش. به جایی که آرامش شکننده نیست، عشق شرطی نیست و محافظت چیزی نیست که دنبالش بدوی، بلکه چیزی است که تو را در بر می‌گیرد. خدا تو را به نمایش فرا نمی‌خواند، او تو را به همراستایی دعوت می‌کند. این پوشش توست، این اطمینان توست، این میراث توست. بگذار چیزی با تو در میان بگذارم. در کتاب مقدس مردی بود به نام یوسف. او رؤیایی از جانب خدا داشت، رؤیایی عظیم. اما پس از آن رؤیا فرش قرمز نیامد. چاه آمد، سپس بردگی، سپس تهمت، دروغ و بعد زندان. سالها یوسف در آن زندان منتظر ماند. مردم او را فراموش کردند. برادرانش به او خیانت کرده بودند. زن اربابش به او دروغ بسته بود. حتی ساقی که به او کمک کرده بود وعده‌اش را فراموش کرد. اما یوسف یک چیز را می‌دانست. چاه مجازات نبود. زندان رها شدگی نبود. اینها آماده سازی بودند. چون وقتی فرعون او را فراخواند، یوسف نیازی به زمان بیشتر برای آماده شدن نداشت. او در تاریکی پالایش شده بود. در سکوت شکل گرفته بود.
و در یک روز خدا او را از زندان به قصر رساند. از فراموش شده به نفر دوم مصر. ای برگزیده، داستان تو شبیه این است. تأخیرهایی که تجربه کردی رد شدن نبودن. درهای بسته طرد شدن نبودن. آنها محافظت الهی بودند. خدا تو را پنهان نگه داشت تا زمان مقرر فرا برسد. و آن زمان اکنون است. وقتی به گذشته نگاه می‌کنی، به جهانی که به تو شک کرد، تو را مسخره کرد و مسیرت را نفهمید، این را بدان همه آنها بخشی از آزمون بودند. سوء تفاهم‌ها فیلتر بودند. طرد شدن آتش پالایش بود. تنهایی قربانگاهی بود که وابستگیت به خدا را عمیق‌تر از وابستگیت به انسانها کرد. تأخیرها آماده سازی بودند. و اکنون که از این مرحله عبور کرده ای، خدا محبت خود را به شکل‌هایی به تو نشان خواهد داد که نفست را بند می آورد. نه به این دلیل که محبتش را به دست آورده ای، بلکه چون در ایمان پایدار مانده ای و پایداری دروازه پاداش الهی است. تو در حال ترک یک شیوه قدیمی زندگی هستی. از ذهنیتی خارج می شوی که تحت سلطه بقا، اضطراب و تلاش بی پایان بود. وارد نوعی زیستن تازه می شوی، نه خیالی بلکه واقعیتی روحانی که در آن آرامش و شادی خدا فضای زندگیت می شود. واقعیتی که در آن هویتت با نظر دیگران معامله نمی شود. واقعیتی که در آن دیگر کسی نیستی که بخواهد چیزی را ثابت کند، بلکه کسی هستی که می داند به چه کسی تعلق دارد. روح تو در حال ورود به مرحله‌ای تازه است. مرحله‌ای که در آن دیگر لازم نیست برای دیده شدن بجنگی یا برای اثبات ارزش خود تلاش کنی. این فصل، فصل بودن است، نه جنگیدن. فصل اعتماد است، نه تقلا. آماده یک ملاقات غیر منتظره باش. نه لزوماً یک رؤیای عجیب در آسمان، نه صحنه نمایشی که همه ببینند، بلکه برخوردی الهی. نقطه‌ای که آسمان با خط زمانی زندگی تو تلاقی می کند و آنچه روحت سالهاست حس می کرده را تایید می کند. لحظه‌ای در راه است که خدا به شکلی غیر قابل انکار به تو نشان می دهد که رها نشده ای، فراموش نشده ای و بیش از اندازه معطل نشده ای. تو منسوب شده ای. اما این ملاقات چگونه خواهد بود؟ برای بعضی از شما از طریق یک انسان خواهد آمد. غریبه‌ای که کلماتی به تو میگوید که فقط خدا میداند چقدر به شنیدنشان نیاز داری. کلماتی آنقدر دقیق و به موقع که با خودت خواهی گفت این گفتگو را آسمان ترتیب داده بود. برای برخی دیگر این ملاقات به صورت آرامشی ماورایی خواهد بود که درست وسط آشوب بر جانت می نشیند. ماها یا شاید سالها مضطرب بوده ای، باری بر دوش داشته ای که نفس کشیدنت را سخت کرده بود و ناگهان بدون هیچ توضیح منطقی آن سنگینی برداشته می شود. آرامشی که فراتر از فهم است، فضای وجودت را پر می کند. این ملاقات خدا با توست. برای عده‌ای این ملاقات در قالب خواب یا رؤیای شبانه خواهد بود، جایی که خدا پرده را کنار می زند و نشان می دهد در پشت صحنه چه کرده است. با دانشی عمیق بیدار می شوی، دانشی که می گوید آنچه سکوت می پنداشتی در واقع کار کردن خدا بود و آن خواب تایید تو می شود. و برای بسیاری از شما این ملاقات غیر منتظره یک در خواهد بود. دری که سالها بسته بود ناگهان باز می شود. فرصتی که مدت هاست دیگر برایش دعا نمی کنی چون فکر می کردی خیلی دیر شده. اما زمان بندی خدا هرگز دیر نمی کند. دقیق است و وقتی او دری را باز می کند هیچ کس قادر به بستن آن نیست. در دنیایی که بزرگ و پیچیده به نظر می رسد آسان است که احساس نامرئی بودن کنی. اینکه زندگیت معمولی است، داستانت کوچک است و رنجهایت بی اهمیت. اما برای برگزیدگان هدفی الهی وجود دارد که این دروغ را قطع می کند. دعوتی که از عمق روح برمیخیزد و خاموش نمی شود. برگزیدگان به طور تصادفی انتخاب نمی شوند. آنها به وسیله طراحی الهی جدا شده‌اند. کشش مقدسی آنها را فرا می‌خواند که با منطق قابل توضیح نیست. زندگی آنها فقط زنجیری از اتفاقات نیست، میدان آموزش است. روزهایشان فقط برای سر کردن نیست، برای شدن است.
برای برگزیدگان زندگی آزمون وفاداری به اراده خداست. نه اینکه هرگز شک نکنند، بلکه حتی وقتی شک در میزند در ایمان حرکت میکنند. نه اینکه هرگز نیفتند، بلکه به جای فرار از خدا همیشه به سوی او باز میگردند. و آسمان مدتها پیش از آن که خودشان بفهمند حامل مأموریتی هستند، در هر فصل آنها را شکل داده است. اطراف تو مردم در جستجوی معنا هستند، دلیلی برای دردها، تأخیرها، ناامیدیها و چرخه‌های تکرار شونده. اما برگزیدگان کسانی هستند که صدای خدا را زیر این همه سر و صدا میشنوند. حتی وقتی دنیا مسخرهشان میکند، حتی وقتی نادیده گرفته میشوند، حتی وقتی درک نمیشوند، آنها حقیقتی عمیق‌تر را حس میکنند. خدا در حال انجام کاری است. خدا در حال ساختن چیزی است. خدا در حال آماده سازی آنهاست. و این را باید فهمید. برگزیده بودن به معنی در امان بودن از سختی نیست. اغلب درست برعکس است. یعنی مسیر باریکتر است. یعنی پالایش تیزتر است. یعنی آزمونها سنگین‌ترند، چون هدف بزرگتر است. در رنجها شادی می‌کنیم، زیرا رنج پایداری می‌آورد. پایداری شخصیت می‌سازد و شخصیت امید می‌آفریند. آزمونها برای شکستن تو نبودند، برای ساختنت بودند. به الماس فکر کن. پیش از آن که به سنگی گرانبها تبدیل شود، فقط کربنی است، مدفون در اعماق زمین، زیر فشار شدید و حرارت طاقت فرسا برای هزاران سال. اگر آن کربن می توانست حرف بزند، می گفت این فشار بیش از حد است. این گرما غیر قابل تحمل است. اما نمی دانست همان چیزی که شبیه نابودی است در واقع دگرگونی است. فشار مجازات نیست، هدف است. ای برگزیده، تو همان الماس هستی. فشاری که حس کرده ای رد شدن از سوی خدا نبود، پالایش او بود. هر سختی، هر خیانت، هر لحظه‌ای که خورد شده ای در حال ساختن چیزی ارزشمند در تو بوده. چیزی که دنیا به زودی آن را خواهد دید. این مسیر می تواند تنها باشد، اما تنهایی همان رها شدگی نیست. گاهی خدا جمعیت را کنار می زند تا صدایش را بدون اختلال بشنوی. گاهی تو را جدا می کند تا ایمانت فقط به او ریشه بدواند، نه به تایید دیگران. گاهی پنهانت می کند تا غرور به دعوتت نچسبد و وقتی فصل پنهانی تمام می شود با عمق بیرون می آیی، نه فقط با جذابیت یا استعداد، بلکه عمقی که ساخته نمی شود مگر با عبور از آتش همراه با خدا. اکنون زمان فرا رسیده است. انتظار به پایان رسیده. شاید احساس می کردی فقط روزها را می گذرانی. دعا، ایمان، تلاش، شکست، برخاستن و تکرار. اما زمان بندی خدا دقیق است. اکنون دعوت روشن است. حواس پرتی های دنیای مادی را رها کن و وارد واقعیت الهی شو که در انتظارت است. این پایان نیست. آغاز سطحی بالاتر از زیستن است. نه ترک زمین، بلکه ترک ذهنیت زمینی که روحت را فشرده نگاه داشته بود. اما بدان که نشانه های این انتقال سه چیزند. اول، بیقراری مقدس. قبلا به وضعیتت راضی بودی، اما حالا روحت آرام نمیگیرد. دیگر نمیتوانی کوچک زندگی کنی. این بیقراری بزرگ شدن ظرفیت توست. دوم، کنار رفتن آدم‌های فصل گذشته. نه چون تو آنها را کنار میزنی، بلکه چون خدا فضا میسازد. او کسانی را برمی‌دارد که نمیتوانند همراهت بیایند. این محافظت خداست. سوم، تاییدهای مداوم. اعداد، آیات، ترانه‌ها، گفتگوها همه یک پیام دارند. زمانش رسیده. حرکت کن. اعتماد کن. وقتی این نشانه ها هم راستا شدند، درنگ نکن. این را بدان که تأخیر خدا انکار او نیست. سکوت او غیبتش نیست. او اغلب منتظر تغییر درون توست و وقتی آماده شوی خدا سریع عمل می کند. تو دیر نکرده ای، فراموش نشده ای، رد نشده ای. تو وارد یک چرخش مقدس شده ای. فصل اثبات جای خود را به فصل تحقق می دهد. باری که حمل می کردی با آرامش جایگزین خواهد شد. با تسلیم دریافت کن، نه با تقلا. آماده بمان، نرم بمان، وفادار بمان.
همراستا بمان، زیرا خدایی که تو را فراخوانده وفادار است و آنچه را آغاز کرده به انجام خواهد رساند. تو برگزیده‌ای، محبوبی و داستانت هنوز تمام نشده است. با ایمان بمان، در آرامش بمان و به یاد داشته باش بهترین ها هنوز در راهند.